إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الثاني. اینک بعون الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية، یعنی درس های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. من الجزء الثاني، از قسم دویم. درس امروزی ما بعون الله تعالی الدرس الرابع، یعنی درس چهارم. درس چهارم به خود کلمه های نو دارد. بعضا می شود که در آخر بعضی درس ها کلمه های نو وارد شدگی نیست، ولی در اصل کلمه های نو دارد. نعم. الكلمات الجديدة للدرس الرابع، کلمه های نو برای درس چهارم. الازهر، دانشگاهی که در قاهره است به نام الازهر. حصه، حصه درسی، یعنی که ساعتی درسی، یکم ساعتی درسی، دویم ساعتی درسی. الاول، یکم، اول. الاولى، جنسی زنانه میشد. اولون، اولها، صیغه جمع. اولیات، نیز اولها، صیغه جمعی زنانه. بأس، باک را میگویند. وقتی که میگویند لا بأس، باکی ندارد، یعنی به زبان عادی تاجیکی هیچ گپ ندارد، یگان گپ نیست، یگان مثال مصیبت نیست، یگان مشکلی نیست. کتب یکتب کتابتا، به معنای نوشتن. قرأ یقرأ قراءتا، به معنای خواندن. سمع یسمع سماعا، به معنای شنیدن. شرب یشرب شربا، به معنای نوشیدن. ذهب یذهب ذهابا، به معنای رفتن. رجع یرجع رجوع، رجوعا، برگشتن. جلس یجلس جلوسا، به معنای نشستن. قام یقوم قیاما، به معنای نشستن. امس، دیروز. نعم. گفتم الدرس الرابع، درسی چهارم مانند درس های گذشته به خود عنوان دارد. عنوان درسی چهارم از چی عبارت است؟ اتصال الفعل الماضي بالضمائر، یعنی پیوست شدن فعل ماضی با ضمیرها. در آخر فعل ماضی بعضی ضمیرها پیوست می شود. یوسف می فرماید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابراهیم در جواب چنین می فرماید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا و مرحبا بک یا خالی. ابراهیم به یوسف می فرماید که بیاین بفرماید خوش آمدید ای تقا. کیف حالک لعلک بخیر، احوال شما چطور است؟ امیدوار هستم که خوب استید.
یوسف که تقای ابراهیم است میفرماید الحمدلله، یعنی تمامی مدح و ستایش برای الله باد. این ابوک یا ابراهیم، ای ابراهیم پدرت در کجاست؟ در اینجا یا حرف ندا مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، ابراهیم منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم في محل نصب، زیرا یا این قایم مقامی فعل می باشد، یعنی بجای فعل آمده ایستاده است، گویا که ادعو ابراهیم شده ایستاده است. ابراهیم می فرماید ذهب الى السوق، به بازار رفت. در اینجا ذهب فعل است، در آخر او چیز پیوست شدگی نیست، اما فاعل دارد. ذهب فعل ماض مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير متصل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وقتی که صحبت درباره شخص سیوم می رود، یعنی که ضمیر غایب باشد و ضمیر مستتر باشد، در این حین جوازن میگویند. اگر مخاطب باشد یا که متکلم باشد، مستتر شدنش وجوباً می شود. یوسف و این امک، یوسف نیز می فرماید، باز می فرماید که و این امک، و مادرت در کجاست؟ که مادر ابراهیم این خواهر یوسف است. ابراهیم ذهبت الى خالتی زینب، ابراهیم در جواب می فرماید که به نزد زینب خاله ام رفت، یا که به نزد خاله ام زینب برفت. زینب هم این خواهر مادر ابراهیم می باشد و خواهر یوسف می باشد. یوسف برادر هر دویشان می باشد. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. فهمت؟ لا محل له من الإعراب، والتاء حرف تأنيث أو تاء التأنيث الساكنة مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير متصل جوازا تقديره هي إلى خالتي زينب. این دیگر اعراب است. یوسف می فرماید و این اخوتک، و برادرانت در کجااند؟ ابراهیم ذهبوا الى الجامعه، به دانشگاه رفتند. ذهب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنا همین است اساساً موضوع درس، یعنی پیوست شدن ضمیرها در آخر فعل ماضی. و این اخواتک، و خواهرانت در کجااند؟ ابراهیم ذهبنا الى المدرسه، به مدرسه رفتند. ذهبنا ذهب فعل ماض مبني على السكون
لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والنون ضمير متصل للإناث مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يوسف أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ما قلت امروز بمكتب نرفتي؟ لأنه ذهب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل لا محل له من الإعراب. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ما قلت امروز بمكتب نرفتي؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. بله رفتم و بعد از حصه درسی یکم برگشتم، یعنی یک حصه درس خوانده به خانه برگشتم. در اینجا ذهبت یا که رجعت، ذهب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل بتاء المتكلم لاتصاله بتاء الفاعل هم گفتم میشه لاتصاله بتاء الفاعل، چونکه در اینجا در ذهبت و ذهبتو اینها همش تای فاعل میگوین، اینها را اختصار میکنن. لاتصاله بتاء الفاعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والتاء ضمير متصل میتونیم در اینجا گفتن که للمتكلم مبني على السكون مبني على الضم في محل رفع فاعل. يوسف لماذا رجعت؟ يوسف میپرسد چرا تو برگشتی؟ ابراهیم رجعت لأنني مريض، من برگشتم زیرا بیمارم. در اینجا اللام حرف من حروف الجر، فهمید؟ للتعلیل، برای تعلیل می باشد، یعنی برای بیان کردن سبب رو می فهماند. وقتی که در سری ان داخل شود همزش دائم فتحه دار می شود، لأن می شود. خب یوسف لا بأس با که ندارد، یعنی لا بأس طهور ان شاء الله. اذهبت الى الطبيب، بنزد دكتور رفتي؟ ابراهيم يقول نعم ذهبت، اوري رفتم. تمارين اجب عن الاسئله الاتيه، بسوالهای زیرین جواب فرما. اين ذهب ابو ابراهيم؟ پدر ابراهیم به کجا رفت؟ پدر ابراهیم به کجا رفت؟ و این ذهبت امه؟ و مادرش به کجا رفت؟ نه. متى رجع ابراهیم من المدرسه؟ ابراهیم از مکتب کی برگشت؟ به این سوال ها باید که با زبان عربی جواب داده شود. جواب اینها در متن درس می باشد. الثاني ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. این علامت را در پیش جمله های درست گذار و این علامت را در پیش جمله های نادرست. ابراهیم ابن اخت یوسف، اگر همین طور باشد یعنی ابراهیم پسر خواهر یوسف است، همین طور باشد چی میگید؟ نعم. اگر این طور نباشد لا.
یوسف و عمو ابراهیم همین طور باشد؟ نعم این طور نباشد؟ لا. اخوات ابراهیم ذهبنا الى المكتبة، اخوة ابراهیم ذهبوا الى الجامعة، ما ذهب ابراهیم الى الطبيب. مشق سيوم: ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل. اما خلصت؟ در جاهای خالی فعل گذار. کدام فعل را؟ فعل ذهب. و اسنده الى الضمیر المناسب، و آن را با ضمیر مناسب پیوست گردان. الاولاد ذهبوا الى الملعب. فهمیدید؟ در اینجا الاولاد از بس که جمع است فعل صورتش جمع می شود. خب چون که فاعل جمع است. الطالبات إلى المدرسة، الطالبات ذهبنا إلى المدرسة، المدرس ذهب إلى الفصل إلى آخره. الرابع مشق چهارم: صحح الجمل الآتية. جمله های زیرین را درست کن. معلوم میشد است که جمله های زیرین نادرستند. اذهبت الى المستشفى یا محمد. خطا است. خطاگی را در جای خالی درست کرده می نویسید. اذهبت الى المستشفى یا محمد. ذهبت نمیشد است، ذهبت میشد است. آمینة و فاطمة و زینب رجعوا من الجامعة. خطا است. صحیح چگونه می شود؟ آمینة و فاطمة و زینب رجعنا من الجامعة إلى آخره. الخامس مشق پنجم: أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي. با سوال های زیرین با نفی جواب ده، یعنی که جواب انکاری. جواب انکاری. برای جواب انکاری دادن مستعملا ما را استعمال بکن. ما النافیه میگوین این را. ما النافیه. ما النافیه حرف ينفى به الفعل الماضي. حرف ينفى به الفعل الماضي، یعنی ما نافیه حرفی می باشد که به وسیله آن فعل ماضی را انکار کرده می شود. مثلا می گویند اذهبت الى المدرسه امس. میگید که لا ما ذهبت الى المدرسه امس. لا ما ذهبت. أرجع أبوك من بغداد. لا ما رجع أبي من بغداد إلى آخره. السادس تأمل ما يلي. چیزهایی که در پایان ذکر میشوند آنها را اندیشه بکن. لأن لی مع ان، یعنی حرف جر را با ان چگونه یک جایه کردن نوشته می شد. و ان من اخواتی ان. ان هم از اخوات ان می باشد. وقتی که ان از اخوات ان باشد چی می شود است؟ حرف ناسخ ینصب الاسم و یرفع الخبر. فهمیدید؟ خب لأن أصلها لأن. اللام حرف جر يفيد التعليل. در اینجا لام حرف جر می باشد، افاده تعلیل را می کند، یعنی به معنای تعلیل بوده است. ای
بیان السبب، برای بیان و روشنی انداختنی سبب. ان حرف النصب، لأن هو از بس که هو ضمیر منفصل می باشد، انها مانند دیگر اخواتش در سر ضمیرهای منفصل داخل نمی شود. بنابراین چگونه خوانده می شود؟ لأنه هو خوانده می شود لأنه، لأن هي، لأنها، لأن انت، لأنك می شود. فهمیدید؟ رجع حامد من المدرسه، حامد از مکتب برگشت. سوال پیدا می شود لماذا رجع؟ لام تعلیل جواب می دهد لأنه مريض. هنا اللام حرف جر يفيد التعليل أي يفيد بيان السبب، افاده بیان سبب می کند، سبب را می فهماند. لأنه مريض، برای چی برگشته است از مکتب؟ چون که او بیمار است، یا که زیرا او بیمار است. رجعت آمینة من المدرسه، آمینه از مکتب برگشت. چرا برگشت؟ لأنها مریضه، چون که وی بیمار است. رجعت من المدرسه، من از مکتب برگشتم. برای چی برگشتم؟ لأننی مريض، یا که لأنی مريض، زیرا من بیمارم. السابع مشق هفتم، اقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلا. مثال را بخوان، بعد از آن به سوالهای زیرین با نعم یا با بلا جواب ده. اذهبت الى المدرسة امس، آیا تو دیروز به مکتب رفتی؟ نعم ذهبت، رفتنی باشد، رفتگی باشد، میگید آره رفتم. سوال دادگی غیر منفی است. فهمیدید؟ سوال دادگی غیر منفی است، یعنی سوال مثبت می باشد، یعنی سوال غیر انکاری. تو رفتی گفته پرسیده شده است. اگر سوال منفی دهد اما ذهبت الى المدرسه امس، مگر تو دیروز به مکتب نرفتی، این سوال منفی است. اگر شما رفتگی باشد در این حالت نعم گفته نمیتوانه، زیرا سوالی دادگی سوالی چیه؟ منفی می باشد. مگر نرفتی گفته ایستاده است. مگر رفتی نعم می شد، مگر نرفتی چی می شود؟ بله ذهبت، آره رفتم، یا که بله رفتم. اگر ما بجای بله نعم استفاده بریم چی می شود؟ نرفتم می شود. فهمیده؟ ارجع ابوک من السوق، آیا پدر تو از بازار برگشت؟ برگشته باشد چی میگوید؟ نعم رجع. اما رجع ابوک من السوق، اگر برگشته باشد در این سوال چی میگید؟ مگر پدری تو از بازار بر نگشت؟ بله میگویم، زیرا اما رجع در اینجا سوالی چی می باشد؟ منفی می باشد. رجع ابوک سوالی مثبت می باشد. در سوالی مثبت جوابش نعم می شود، در سوالی منفی جوابش بله می شود. و فکرم همین قدر است. نه، با همین درس چهارم از
زبان عربي قسم درسي يعني كي چهارم قسمي دويم بآخر رسيد. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.